هفته خبر تو خبر داره براتون. از سفر شیخ فری به استانبول که عمودی رفت و افقی برگشت، یعنی اولش کلی فیگور گرفت و از اهمیت این سفر گفت. این سفر 3 روزه‌ای خواهد بود که 2 روز اولش برای شرکت در اجلاس سران کنفرانس اسلامی در استانبول هست. خب سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان مجمعی که همه کشورهای اسلامی رو دور یک میز جمع میکنه برای ما حائز اهمیته. اما زهر منطقه‌ای کار خودش رو کرد و از این سفر چیزی جز یه پس گردنی جانانه چیزی آید آخونده نشد. یعنی طوری شد که تیویریش هم طی یک فقره سوت ناغافل به شکست هیئت رژیم اعتراف کرد. در اقدامی قابل تأمل رسانه‌های ترکیه‌ای از پخش تصاویر آقای روحانی خودداری کردند. اما ارتباطی داریم با معاون وزیر خارجه ایران که در حال حاضر برای شرکت در نشست کارشناسی سازمان همکاری‌های اسلامی همراه رئیس جمهور در استانبول هستند. بعد از اینکه رسانه‌های ترکیه از پخش سخنرانی شیخ فری ممانعت کردن و زمزمش بلند شد که قرار تو قطعنامه پایانی اجلاس حال آخونده رو بگیرن، تنها واکنش ذلیلانه شیخ فری تکون دادن انگشتش بود که تیویریشم رو اینجوری حلوا کرد. موضوع استقبال اردوغان از رئیس جمهور کشورمان و نوع دست دادن دکتر روحانی با همتای ترکیه‌ایش نظر بسیاری از ناظران و کارشناسان سیاسی حاضر در استانبول را به خود جلب کرد. انگشت تأکید رئیس جمهور به سوی اردوغان شاید یک ابراز نارضایتی سیاسی باشد. نارضایتی از گفتگوی پنهانی سران آل سعود با چند کشور منطقه و 4 بند ضد ایرانی که در پیشنویس این دور از اجلاس آمده. به این ترتیب همین که شیخ فری اومد تو نشست سران کنفرانس اسلامی توی کرسی راحت بشینه، به ناگهان چنین اتفاقی براش افتاد. حالا از دستاوردهای سفر شیخ فری به استانبول که بگذریم، میرسیم به دستاوردهای سفر نخست وزیر ایتالیا به تهران که اون هم در نوع خودش بی‌نظیره. حتی گفتن که تو اون نشست مشترکی با رئیس جمهور داشتن، آقای ماتئو رنسی اشاره میکنه به نماینده شرکت آنیلی که میگه ایشون حتی برای اثبات علاقه‌مندیش حتی کراوات هم نزده و با فرم بله در جلسه دیروز موقع امضای توافقنامه ها و تفاهمنامه ها این رو اشاره کردن. جالبه که در هتلی که آقای نخست وزیر دیروز امروز ساکن بودن، امروز موقع خداحافظی دیدم یکی از پرسنل عرض کنم هتل با ایشون یک کمی ایتالیایی صحبت کرد، دست با شکسته عرض کنم که اون آقای نخست وزیر خیلی جالب بود. تو از کجا؟ گفت من تجربه هتلداری در اونجا دارم و اومدم اینجا داره کار میکنم. خب درک چه اهمیت داره؟ اما از همه جدیدتر لای کشیدن خامنه واسه شیخ فری بود که جلوی نخست وزیر ایتالیا زیرا به برجام و مهمون بازی های شیخ فری رو زد. رهبر انقلاب مسئله مهم در رفت و آمد و مذاکرات خارجی را عملیاتی و اجرایی شدن توافقات خواندند و خاطر نشان کردند بعضی دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی در رفت و آمد به ایران و مذاکره هستند، اما محصول این مذاکرات تاکنون محسوس نبوده است. شیخ فری هم که اونجا ضایع شد، همونجا یه دندون قروچه رفت و نقشش رو کشید و به دورو رفت تو صحنه تا بذاره تو کاسه عظما که چرا 6 ماهه به دنیا اومدی و برجام زمان میخواد. برای اینکه سرمایه گذاران خارجی، کمپانی های خارجی به ایران وارد شوند و سرمایه گذاری کنند، البته نیاز به زمان دارد. 3 ماه از برجام گذشته، برخی فکر میکنن 30 سال از برجام گذشته، فقط 3 ماه از برجام گذشته.
با این حساب اونایی که میخواستن با چتر برجام خودشون رو از بارون بدبختی ها حفظ کنن باید منتظر چنین صحنه‌ای باشن. درسته که برجام واسه کسی سود نداشته، اما ظاهرا دست کم یونجه استبل ولایت یا همون مجلس آخوندا رو تأمین کرده، چون از همین حالا واسه هم به فرما میزنن. من از طرف شماها ناظر بر سفرهای خارجم. واقعا سفرهای کیلویی صورت میگیره. مثلا ما در هیئتمون یک بار میخواستن برای سیمینار یونجه برن اسپانیا، تو را به خدا. یا مثلا به ما گفته خارجیه پولش میده، حالا خارجیه دبه کرده تو هیئت اومده اجازه بگیره. جل الخالق گفتیم یا ما واقعا خیلی نادونیم یا اینا گاهی کلاهبردارن. ببینید راجع به سمینار یونجه این همه باید بحث بکنیم. نه، سمینار یونجه یکیش بود که گفتم به مغز استخوانتون بنشینه ولی فایده نداره که قربونت برم. ببینید چند وقت پیش رئیس انرژی اتمی آخوندا که حالا رفته تو کار آب میوه فروشی یه نق و نوقی کرد و گفت که از برجام آبی برامون گرم نشده. همین دو کلمه کافی بود که شیخ فری قاطی کنه و بره براش. ایشون وزیر اقتصاد نیستن، رئیس بانک مرکزی هم نیستن، وزیر خارجه هم امروز نیستن. ایشون مسئول انرژی اتمی هستن. اینجا بود که صالحی هم به تریج قباش برخورد و با رئیسش اینجوری تصفیه حساب کرد. ببینید من در بعد فنی صحبت میکنم، چون که گفته شده که در ابعاد دیگه دیگران صحبت بکنن. من زیاد علاقه دیگه ندارم صحبت بکنم. احتمالاً این صالحی الان توی چنین فازیه. شاخدارترین دروغ هفته از رفیق دوست که یه زمان سردار رانندگی بود. میگه زمان جنگ ما به جای گراگیری موشک با خدا صحبت میکردیم. حسن نشست رو به قبله، فارسی شروع کرد با خدا حرف زدن. گفت خدایا ما نمیخوایم مردم عراق رو بکشیم، این موشک رو ببر و بزن به باشگاه افسران. بعد به من گفتش که شستیر فشار بده. بسم الله الرحمن الرحیم شستیر فشار دادیم و آخر و عاقبت بادمجون دور قابچینی اونم واسه روباه بنفش، کارگردانی که به هوای پول و پله جایزه‌شو به شیخ فری تقدیم کرد، اما بعد 2 سال دید خبری نیست و حالا داره نق میزنه که چرا فیلماش فروش نداره. من می‌خواستم این جایزه رو تقدیم کنم به اینجا اختتامیه جشنواره 32 فجر سال 92. هومن سیدی وقتی جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت می‌کند با تقدیم سیمرغ خود به رئیس جمهور از علاقه‌اش به دکتر روحانی می‌گوید که سینما رو دوست داره و فرهنگ رو. میدونم به این جایزه هیچ احتیاجی نداره، نه به لحاظ مالی نه به لحاظ معنوی، اما با دلم میخوام این جایزه رو تقدیم کنم به جناب آقای رئیس جمهور حسن روحانی. کات حالا 2 سال بعد موقعیت اکران تازه ترین ساخته هومن سیدی در سینماهای کشور و اعلام نارضایتی این کارگردان از فروش پایین فیلمش. ببین چرا پس که من سیمرغ به شما دادم به ما 13 تا سینما دادیم، چرا همه 110 تا دادن؟ سوتیریش تقدیم میکند مصاحبه تلفنی با یه نماینده که بعد از اینکه طرف حرفشو زد و گوشی رو قطع کرد تازه یادشون میاد که عکسشو اشتباه زده بودن. گفتگو میکنم با آقای سبحانی نیا نماینده مجلس. سلام، از محتوای گزارش ارائه شده برامون بگین. کمیسیون امنیت ملی در 3 حوزه کلی مسائل مورد اشاره قرار گرفته. از شما متشکرم آقای سبحانی نیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی. ضمناً از شما و بینندگان به خاطر پخش اشتباه تصویرتون عذرخواهی میکنم.
در پایان توجه شما رو به دو صحنه متفاوت ورزشی جلب می‌کنیم. اولی روی میز پینگ پونگ و دومی یک صحنه استثنایی در زمین والیبال. Carolina finally pushed one through Sterling. Brown Sterling! Did you see